همیشه با لبخند میومد پیشم. حتی وقتی ناراحتم بود میگفت خوبم. یه بار ازش پرسیدم که پشت این مهربونی و خوش اخلاقیات قایم شده. بعد از چند دقیقه گفت من دوست دارم صورتمو با سیلی سرخ نگه دارم، چون مامانم همیشه بهم گفته خون توی دهنت قورت بده، تفش نکن، نذار کسی عصبانیت و ناراحتی و غم و غصت رو ببینه. گفتم صرف گفتن من خوبم دردی رو ازت دوا نمیکنه، ولی وقتی که نقاب نباشه، واقعی باشه، برای ادامه دادن بهت انرژی هم میده. منم خیلی وقتا خوب نبودم و گفتم خوبم، چون نخواستم توی حال بدم و احساسات منفیم غرق بشم. چون من پذیرفتم هر چقدر مشکل داشته باشم انتخابم اینه که حالمو خوب نگه دارم تا اون انرژی که از دست دادم رو دوباره بتونم برگردونم. ولی تمام تلاشم بوده که پشت نقابام قایم نشم. آره نقابا گاهی اما محافظت میکنن، ولی بیشتر وقتا ما رو زندانی میکنن. منم یه روزی زندانی نقابام بودم، زندانی نقاب مهربونی، بی احساسی، قدرتمندی. اما روزی که سعی کردم یه ذره نقابام بذارم کنار و آدما خود واقعیمو دیدن، اون خود واقعیمو بیشتر دوست داشتن. حالا نوبت توه، شروع کن یکی یکی نقاباتو بردار و اجازه بده آدمو تو رو همونطوری که هستی ببینن، با تمام خستگیاتات، عصبانیتات، ضعفات. فقط وقتی که واقعی باشی میتونی از انرژی واقعی زندگی استفاده کنی. انتخاب با توه، دوباره با نقابات ادامه بدی یا قدم اول برای واقعی بودن برداری. باور کن اون روزی که یه ذره فقط واقعی باشی همه میفهمن تو فقط مهربون و شاد نیستی، تو یک آدم زنده‌ای که داری زندگی میکنی. باز هم میگم خیلی از این نقاب‌های روانی ما از ما محافظت میکنن. مثلا وقتایی که ما عصبانی هستیم، وقتایی که جلوی همین دوربین میایم و تلاش میکنیم خودمون رو یک آدم آروم و مبادی آداب نشون بدیم، به مرور اینها روی شخصیت ما هم تاثیر میذارن، ولی به شرط اینکه ما پشتشون قایم نشیم و به درستی از این نقاب‌های روانیمون استفاده